آیا تاسو غواړئ یو ښکلی کور ولرئ؟ تاشکند کور ته راسئ. خواږه ملګرو، هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته یوه نوې خپرونه ستاسو په چوپړ کې وړاندې کوو. د دې ښایسته ځای، ښایسته ګلان، ښایسته او داسې ښکلي ښکلي دروازې او نور داسې ډیکوریشن چېرته چې درېدلی یم د کهکشان مارکیټ زیرزمیني ده چې په پخوا برنامه کې موږ تاسو ته د موټر د پرزو په هکله چې معلومات درکړی وو، نو د دې لوی مارکیټ یو څنګه هم د ډیکوریشن لپاره جوړه سوې ده. او دا دوکان چې تاسو ګورئ ډېر ښایسته او ډېر ښکلي مواد لري، توکي لري چې دلته خلکو ته پلوري او داسې مجربه انجینران لري چې ستاسو کورونو ته راځي او ستاسو کورونه ښکلي کوي. دا ځای ته تاشکند دیکور وایي. نو عزیزانو له موږ سره تر پایه پاتې سئ چې موږ هم لاړ سو د دې ښکلي دوکان په هکله به تاسو ته غوره معلومات وړاندې کړو. نو زما په څنګ کې چې درېدلی ده دا هلته پټ، خو دا اوس راښکاره سو یو تنکی ځوان چې دلته مسئولیت لري په دې دوکان کې. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر؟ بخیر زنده باشین. بخیر باشین. خوش آمدین. زنده باشین. امروز آمدیم بعد دوکان دیکوریشن شما تاشکند دیکور. چطوری که بندای عزیز ما میبینند بسیار چیزهای زیبایی در اینجا وجود داره، سقف زیبا و این فنرهای مقبول. ما خیلی قدر معلومات در بخش نداریم ولی برای بندای عزیز ما از زبان شما انتقالش میدیم. پیش از اینکه بریم سری اصل موضوع، میشه برای بندای عزیز ما خود یک معرفی بکنین؟ احمد سیار اکرمی هستم، مسئول همینجا و بخش کارگری شما، مثلا همین مسئول کار شما هستیم. بسیار خوب، بسیار عالی. سیار جان، پیش از اینکه بریم سری اصل موضوع درباره همین موادی که شما دارین بیشتر صحبت بکنیم، یک بار عمومی برای ما معلومات بدین که دیکوریشن یعنی چی؟ در تاشکند دیکوریشن. در تاشکند دیکوریشن یعنی زیبایی، همین زیبایی خانه، اتاق، مقبولی، یک جای مقبول مثلا که بخوای که بری اونجا رو باید از دیکور بزنی که مقبول باشه که بری خوشت بیای از اون جایی که خوشت بیای اون دیکور است. یعنی معنی تاشکند دیکور زیبایی خانه های شما. زیبایی خانه های شما. بالکل بالکل. خب انتخاب بر شما میمانیم عزیز دل. از کجای دوکان برای ما معلومات کامل ارائه میکنید تا بندای عزیزمون درباره دیکوریشن هم بفهمند و درباره موادی که شما هم دارین داری تاشکند دیکور؟ خیلی سو شروع کردم میریم دیگه، هر نوع با کل جنسای ما که از تاشکندی است. درست. از بیرون از کشور میآید. از همین ساسونی کاک بخیر شروع میکنیم. بسیار خوب. سیار جان شما این طرف استاد شوین، سمی جان من هم تعقیب که دغه سمت کې تاسو ودرېږئ. سمی جان دلته به د موږ لیدونکو ته ډېر ښه دایسه ښکاره سي. قدرمنو لیدونکو په دغه څانګه کې ډېر ښایسته ښکلې دیکور ده، خو په اصل کې ما دا فکر کوم دا گچ ده، دا کاک ده. سیار جان ما اول فکر کردم که گچ است ولی کاک برآمد. درباره برای ما معلومات بدین. اینا کاک است، از تاشکند است میآید. اینا بسیار سبک است، قابل رنگ است، دیگه داغ نمیشه. مثلا نم بزنه قسم دیگه متوجه باشین گچا که آفتاب بارش میآید چکک میکنه قسم زرد میشه، مگر اینا نمیشه. اینا قابل رنگ است، سبک است، یک شیرش میشه فقط گرد اتاق چسبانده میشه. بسیار خوب. و پشت سر اینم این تو خال داره ایستش. این استقامتاش که خال داره اینجا جای شیرش است. خب شیرش میشه. باید شیرش میشه و چیز میشه. اینا باز نور مخفی دار و به نور مخفی داره. خب این یعنی چی؟ یعنی که مثلا نور مخفی دار متوجه اون استقامت ها. خب اون لایزایی که داره میشه. تو دست ها فقط روشنی خاص میکنه. خب می بالام که سقف زده شده اینا کلش کاک است. بالا اینا کاک است. ما والا بازی خوردم فکر کنی این گچ است. نه اینا کاک است کلش. بسیار خوب. عزیزانو بیلا بیل رنگونه دلته لري. هر نو د دې رنګ هم به تاسو در وښیو. دا تاسو چې ګورئ څنګه ښکلی رنګ ده، څنګه ښکلی دیکور یې ولی ده. رنګ خو سپین ده، دیکور یې ډېر ښکلی دیکور ده. هر قسم رنگ هم کنین میشه. هر قسم رنگ هم که میشه دیزاین شوه. بسیار خوب. این هم دمی حسابانه
این هم برای بنده عزیز ما یک بار نشان بدیم عزیزان دا تاسو گوره این هم همی دیکورای مردم یونان قدیم بله بله همین شکل که همون شکلش هست بله بالکل دغه ساختمان‌ها شاید په یونان کې څوک چې بهر کې د یونان ته تلین دا شکلونه یې لیدلي دي آیا تاسو په بهر کې دا هم لرئ په کومنتو کې ولیکئ سیرجان عزیز این خو برای من عزیز ما نشان دادیم عمیق قسمت هم اگه شما برای ما یک معرفی به بگیرید قسمت پی وی سی است میتونیم از دروازه هم جون که فعلا سامپل آوردیم پی وی سی است میتونیم که بیاریم با کسی که مثلا فرمایش بده دروازه کلکی نرچ میتونیم از جور بسیار خوب امیر میتونیم به بنده عزیز ما نشان بله بدیم بله عزیزانو دا اینا کیفیتش از پی وی سی های وطنی که بسیار فرق میکنه خوب یعنی بالاست بالا اینا بالاست بسیار خوب این رنگش هم رنگ چوبی است بالا رنگ چوبی داره سفید داره و رنگای دیگه هم دارن غیر از این بالا هر رنگی بخوای بنده عزیز ما سه چهار تا هر قسم که اگه بخواین پیدا میکنیم میاریم برش مگر سه چهار رنگی که است بسیار تقاضای مردم است و برند است بله بسیار خوب عزیزان دا چگونه دا بی وی سی ده نول دی دروازه تاسو جوړي و هر څنګه تاسو غواړئ هغه تاسو ته برابرۍ خب مسیر جان از این دو بخش خلاص شدیم دیگه کدام بخش برای ما معرفی میگیرین اینی گل است که در سقف خانه زده میشه به وجه که مثلا از گچ مردم همون تو گل میزنه گرد گروپ شیدش اگه متوجه باشن بسیار خوب یه کاکش است بسیار یک سبوک کاکیش. است هر نوع گل داریم یعنی این باعث این میشه که سر تعمیر قدر فشار نبه تعمیر سر تعمیر فشار هم نمیه و اقتصادی هم است اقتصادی چند است مثلا از 50 روپیه تا 200 روپیه خوبی کار بله. از 50 تا 200 بله. روپیه دیگه اینا که اینجا مثلا کدن رنگ هم میشه رنگ هم میشه. مثل بله. رنگ سفید زدن اینج معلوم نمیشه بله. ایزان دیدی شارتون طول تاسو درخه اونو تاسو دی حقیقت هم پایه اینو سیار جان همین طرف هم بیم که برنده عزیز ما اینا رو شما یک نشان بدین اینا گلای مختلفش هست هر نوع گل است بسیار خوب در کامرا بگی سیار جان که یک بار عزیزای ما ببینن درباره شالی معلومات بده اینا گلایش هست فرق میکنه مثلا دیزاینش هست مردم هر مثلا دیزاینش خوش کنه ما داریم اینا دیزایناشون نام‌های برای خود داره یا نه گل یک قسم گل ساده میگن به نام گل ساده دیگهش گل پرکار میشه خوب بالا این قسم نام داره بسیار خوب عزیزانو دلته نور داسې ګلونه هم شته دا ګل چې تاسو ګورئ دا ډېر ښه شکل لري او دا هم چې تاسو ګورئ دا هم ډېر ښه شکل لري نو څرنګه چې تاسو ګورئ دا این برای کارگر یا گچکار هم نیاز نیست دیگه که اینا خانه ببرن فقط خودشان هم میتونه گیره نصب بکنن بالا این بسیار آسانه خودشان هم میتونه فقط یک کمی سراخ میشه که گروپ به لاینش بسیار بسیار آسان بسیار خوب سیار جان همین جمعی دراز اینا چی هست؟ اینا فنراست خوال درباره تخته صحبت میکنیم خب. باز بال از تخته در پولیش باز فنر بسیار است که خوب مقبول‌تر. بسیار خوبی تختای بسیار زیبای هم است و در اینجا A02 هم نوشته است صفر دو 02 دیگه درباره این معلومات بده این تختا که است تاشکندی است دیگه از 2 متر 80 قدش است 1 متر 22 برش دیگه ضد آب ضد نم ضد آتش دیگه قابل خراش هم نیست دیگه اینا که است دیکور زده میشه خب پشت تلویزیون در هتل‌ها رستورانت ها در سقف خانه دیگه حتی در پایین هم در تشنابایی که مثلا ما کار میکنیم یک قسمش ماتش داریم که جلادار است او به جلاس باز نشان میتونه میشه خب او به جلاش او طرف بله او به این جلادارش این است جلادارش است بسیار نوع رنگ داره 72 رنگ داریم ما در این دکان خب 72 و شکل دارن بله. استایلش هم فرق فرق میکنه میکنه خب بله. این موادش در تاشکند جور میشه دیگه بله مواد در تاشکند جور میشه 80% سنگ است 20% پی وی سی 80 سنگ است بله 80% سنگ است 20% پی وی سی بسیار نازک نیست 3 میلی است مگم کیفیتش بالاست مثلا در بازار است ایراتی است چینویی است ایرانی است مگم کیفیت از اینا رو نداره جلای از زیر نداره وزن از زیر نداره یا 25 کیلو بالا وزن داره در این سنگ مرمر کار شده سنگ چیز است سنگ مرمر است باز دیگه‌گان موادی که مثلا 20% دریوش پی وی سی است بیشترش سنگ مرمر است خب یعنی بسیار نازک کار کردن بسیار نازک دیگه برادش کار کرد این قط میشه لوله میشه حتی لوله کردیم ما خب لولا این میشه که کتر بریده میشه بسیار خوب بسیار عالی همین تو آیسته آیسته دیم که بیدای از این رنگ های دیگه هم میبینن ویزان دا نور رنگونه هم دید تا سرنگه چی گوره دا رنگ هم دیر کلای رنگ ده نو به نظر می رنگ زموریدی باشه این میکس است دیگه طلایی و مثلا سرمایی و زمردی گت است گده است یعنی فکر من یک سنگ اینجا تلاست
اینجا یک سنگ سفید دبر سفید است و اینجا می سر که میبینین زمرد کار شده. یعنی یک نقش بسیار عالی، بسیار زیبا، مرا بخی به حیرت آورد. اینجا از اینا باز تختای جوره‌ای هم داریم، کسی که اگه بخواد مثلا یگان نفر هست که مثلا در باغچه‌اش کار میکنه، مثل اون اسب است و دکور است، جای تلویزیون یک جای است مثلا یک شکل به خود میگیره. اینی جوره‌ای هست. یک بار میتونم بریم می اسپارم برای بنده عزیز ما نشان بده عزیزانو. سمی جان تاسو داسې آیسته آیسته کامره راکوروئ چې د مونږ لیدونکي سترګې هغه نسي، نو که همغه حصې نه ونیسي دا ډېر غټ ښکاري، ډېر ښکلی ښکاري. اینا جوره‌ای هست دیگه 5 میلی است. اونا 3 میلی بود، اینا 5 میلی است. خب اینا 5 میلی. اینا سبکتر است از اینا کدام دیگه. اینا جوره‌ای در پشت تلویزیون یگان جایی که مثلا سالون است استفاده میشه، مثلا یک نقش رو گرفته در خود و اونو قسم اونوش اسب است. خورم جوره‌ای است. بله اورم جوره‌ای است. و این موبایلش؟ این همون تو خود ما دیکور زدیم، همون تو تا قیسی. خب بله بسیار شفاف کار کردن ایره. بله بله. یعنی ایره که چاپ میکردن روی ورقش بسیار شفاف کار کردن. خب گفتم براتون مثلا ایراتی و مثلا چینویش این کیفیت نداره. بالکل. این جلا را نداره. این کس تاشکندی است. این تاشکندی است. بالکل. و من کل چیز ما در دکان کس تاشکندی و روسی است. خب تاشکندی با کیفیت بسیار بالا. بسیار بالا. این چیزا رو شما گفتین این دراز گفته خود شما. دراز اینا که از فنر است. اینا فنر است. بله در بخش از طرف خیمه بگیرم که بینده عزیز ما یک ببینند. عزیزان دیتا فنر وی. خب سیار جان خیمی کام امیر تو بگی همینجا صحبت بکن. خب عزیز رو میگیرم. این از این رنگ‌های مختلف داره. اینا رو ما میتونیم مثلا بغلای دو تخت استفاده کنیم. دیگه خود از این مثلا میتونیم واسه دیوال بگیریم، یک دیکور خوبش مقبول معلوم میشه. اینجا مثلا این خود 13 15 سانتی 13 سانتیش هم داریم، 14 سانتیش هم داریم، 40 سانتی و 30 سانتی از این هم داریم. بسیار عالی. سیار جان اینجا بسیار اینم پی بی سی است. رنگ بسیار جلادار داره. جلادار پی بی سی است. اینا تاشکندی که از کلش کیفیت شالی است با چیز خب مقبول تر. از چند نوع دارین شما؟ از این رنگ فولادی داریم، رنگ سفید داریم، سیاه داریم. دیگه چند رنگای دیگه هم سوپر شما نشان میدم. بسیار عالی، بسیار خوب. خیلی است احمد سیار جان که در این بخش هم رنگای دیگه هم ببینیم. فولادی ساده است. خب اینا 40 سانتی است. بلا فولادی ساده است. 40 خیلی این تو بگی که من این طرف بالا بکنم. هم بسیار عالی. حال دربارش معلومات بدید در پیش روی کامera که ببینید. اینا کسی هم فنر است، 40 سانتی است برش. دیگه دروازش 3 متر است. دیگه هم چیز است، ایرم دیکور زده میشه، در بغل دو تخت هم استفاده میتونیم بکنیم یا مثلا همون یک دیوال مکمل بگیریم. دیگه مقبول است. از چند رنگ دیگر هم هست، مثلا اینجا سفید و سیاه خطیش است. خب همون رو بالا بکنیم. خطیش هم بلا اینا باز یک جلاگه که فولادی هم زدگی است، به بسیار مقبول است دیگه، کسی که استفاده کنه. بسیار به قیمت ارزان است. بسیار عالی. خب محمد سیار جان دیگه ایرم ماده محمد سیار جان ایش بسیار دیزاین های مقبول است و در این بخش هم شما همی تختار دارید. بلا اینا که از رنگ های مختلفش است، دیزاین های مختلفش است. بسیار عالی. این هم دیزاین مختلف است. بله. و این شکلش هم درباره شکلش صحبت بکنیم. این شکلش هم مایل به فولادی است، گلک است. دیگه این 30 سانتی است. با 40 سانتی بود 30 سانتی است. خب تفاوت داره. تفاوت داره. بلا با قیمت هم تفاوت داره. قیمت می چند باشه؟ قیمت از این $6 $7. خب اوسطش. بلا. جرامت خود داره. بلا جرامت داره. بسیار خوب، بسیار عالی. 40 سانتیش قوی تر من 30 سانتیش. این باز نظر به موجای است، یک کس انتخاب میکنه 40 سانتی را. یک کس انتخاب میکنه 30 سانتی را، مثلا دمو 3 متر ما 40 سانتی بگیریم چه میشه؟ درست. یا 30 سانتی بگیریم مثلا تو فکس بیایم. بسیار عالی، بسیار خوب. در این بخش از همون تختاسی را. تختای جوره است بلا 5 میلی است اینا. اینا 5 میلی. اینا 5 میلی. اونم 5 میلی بود. بلا اونم 5 میلی است. 10 میلیش نداره نه جناب؟ نه. فقط 5 میلی کار 5 میشه. میلی و 3 میلی است. بسیار خوب، بسیار عالی عزیزانو. دغلت ما را تعقیب کړئ. نو په دغه څانګه کې سیار جان ایرم کاکای منظر بغل دیوال است. بغل دیوال است. اینا بغلای دیوال استفاده میشه و هم تو سرش میشه و نور مخفی دار و بین نور مخفی است. خب. اینا 2 متر میشه احیانا اگه کدام روز
یک دسمس بخورن؟ نه شیرهش از این فقط این 5 دقیقه بعد ایره کنده نمیشه، مجبور بازمو تو خرابش کنی و بکنی. آیی تو کار چسبش قوی شیرهش همه کاره میگه. همه کار بسیار عالی. ایزان دلته نور زیاد دسی دکوریشن نلري نو مخکل دی چې منګه اما سرجان اول همی بخشارم برای بنده عزیزمون نشان بدیم باز یک معلوماتی کافی داشته باشه. اما سرجان همی تخته هست این بخشام نه؟ بله اینا تخته هست، همون تاقعی است اینا ملی که گفتم. حتی لولد همون دیکور زده میتونن در سالونا و مثلا فقط همی دیزاینش فرق میکنه دیگه. همون یک شکل هست، همون دمیلی است. نه 3 میلیش اینا 3 میلی است دیگه. اونم جوره هایی که برای شما دمیلی نداشته دیگه. اینا فقط همین دیزاینا و رنگاش فرق میکنه. بسیار خوب، بسیار عالی. درباره همین اگه برای ما معلومات بدین که این گلا همون نمود خانه را گفته یگان تا که میکشه، نمود خانه یا سالون که استفاده میکنیم اون در بیرون برش شما چیز کردیم دیکور دیزاین نشان بدیم بریم. خب بسیار خوب دیگه. اینا هنوز جور نشده، اینا یک بسته‌بندی میشه. اینا از تاشکندی است. اینا بسیار خوب برای من عزیز ما نشان بدیم. تاشکندی چیز قایم مقبول زیبا و این کلش پلاستیک است از یک سر. بله یعنی این پلاستیک طراحی کردن فقط چوب واره. ها نه اینا کلش پلاستیک است، اینا میتونن بازی هم ببینید. خب آیین داخل بازای آیین است با سرش پلاستیک گرفته شده که محکم بگیره. اساس چاو بله. از آن داشت تاسو ګورئ څنګه ښه ښکلی شی جوړ کړی دی په کورو کې کینه فکر کوئ دا اصلي ونه ده. نو این رنگ سبز هم شما روشن میکنه. بله طبیعی باشه، دل آدم تازه میکنه. بالکل عزیزانو داسې نور شکلونه هم دی لري دلته. دا چې تاسو ګورئ دا بل شکل ده. نو دا هم آیین لري مابین کې و داسې ښکلی رنګ کړی ده لکه لرګی او داسې نور شکلونه هم دلته شته. تاسو د دغې د دوکان څانګې شاټونه وګورئ، بیا به په هغه نور اړخونو کې ځینې نور ښکلي ګلونه دي، په هغه نور بل اړخ کې هم ښکلې دروازې دي او داسې نورې تختې دي چې جلادر او بې جلا لري. هغه به تاسو در وښیو. سیرجان عزیز در اون بخش دکان برای ما گفتی که ما تو یک تختای جلادار به جلا داره. مات و به مات گفتی؟ تختای ماتش کس یعنی به جلایش است. اونا جلادار است، اونا رو ما مات میگیم. باز کسی مثلا پشت تلویزیونش که از استفاده میکنه، خود تلویزیون یک نور داره و گروپ شالان میباشه، باز اگر جلادار استفاده کنه باز خود تخت هم جلا میته، باز مقبولتر معلوم نمیشه چون جلا میزنه پس نتیشه دیگه. این ماتش باز یافتر استفاده میکنن پشت تلویزیون. بسیار خوب، بسیار عالی. اینا باز تشنابان کار میشه. اینا که از 4 میلی است. از اینا دیگه که جلادار که بود 3 میلی است، اینا 4 میلی است. اینا در کف زمین هم کار میشه. دم نمیگیره؟ نه اینا زده نمیزده چیز است. نه یعنی پشت سری کانکریت هم انداخته میشه، نه سری کانکریت میه. اینا سری کانکریت خونه همین سمت باشه، گچ باشه، کاشی باشه، اینا شرش میشه میگیره. خب یعنی شرش میکنن. بله. سر هر چیزی که باشه شرش میشه، فقط کارش سر شرش است. و در این بخش تو چیزای دیگه هم داره. اینا همین چیزایی است. کنج کاری را میگن. مثلا تختاست که همین کنجای خانه که متوجه هستین. یک لب تخت به ایمه، یک لب به ایمه. بازی طلایی داره، نقره‌ای داره، سیاه داره. خب هر کدامش که من خوش کرد دیگه کنجش میزنن. بله. بسیار خوب، بسیار عالی. باز اینا کنج کار، نوش کار، دیگه جین کار از اینا ما داریم. جین کار منظورتون چی است؟ این دو تخته را پولو که است، در بینش جین کار. بله. اون دماد که استفاده شده نقره‌ای. بله. خب اونجا طلایی. بله. در مابین دو تخته. بله، بین دو تخته. نه همون جری را پوت میکنن. یعنی باعث این میشه که خالیگاهش پر شود. بله، اما تو خط تخته معلوم نمیشه، یک مقبولی دیگه، یک زیبایی دیگه معلوم میشه. برشان داده میشه. بسیار خوب. و اما سرجان دمی است بسیار
همین دیزاینر مقبول خاص دیگر داری درباره یک صحبت بکنی شال این چیزای تاشکند است چی هستی؟ بله اینا که هست از بین میز آشپزخانه استفاده میشه. بالاش میز است، پایینش که خودم دستشویی که است، در بینش خالیگاه 60 سانتی است. اینا چند رنگ مختلف داره، اینا فقط در بین آشپزخانه میز آشپزخانه مثل همون رنگ الماسیش است، بلا سنگی و سنگیش است و الماسیش است. بلا اینا دیگه در این بخشا شما دارید. بلا بسیار عالی. و این هم تخت هست ساده سیاه. ساده سیاه. و امی بخش چی است؟ اینا مو فرق از خود ما دیکور کردیم، یا نه که مثلا یک کسی که در خانهش استفاده میکنه از این تختا ما میتونیم این قسم دیکور کنیم براتون. از این چیزا را در بغل تخت استفاده میشه، یعنی مقبول تر میشه. ما مثلا هر رنگش دادیم، باز کسایی که انتخاب میکنه یک رنگ میگیره. بودپالی دو تخته یک تا زده میشه. بسیار خوب. قیمت همونا باز چند است؟ قیمت از اینا از 5 روپیه گرفته تا 14 روپیه است. دلار. خب چرا که افغانی گفتیم ما چه خوش شدم که ما خانه اینا که 13 سانتی و 14 سانتی و 30 سانتی و 40 سانتی و 15 سانتی داره. بسیار باز موادش هم فرق میکنه. خب موادش فرق میکنه. از کار پیش که برای ما نشون از که موادش فرق میکنه. بلا اینا که هست او دروش یک قسم این خارج طلایی کار شده بود. خود او طلایی کار شده. مصرفش بالاتر و مقبولتر باشه. اینا یک اندک ساده است، باز اینا بسیار خوب، بسیار عالی. یا مسیر جانی دکانت بسیار مقبول است. بسیار شیپ و تیپ بسیار قوی داره. دمی بخشا بعضی تختار داری مسیر جان. اگه پارکیت است. پارکیت. بلا در خانه در روی خانه استفاده میکنن پارکیت های روسی سینا قائم است دیگه. از پارکیت های وطنی و ترکی که در بالاست. پیدا خود نمیشه. نه میگرده مردم داخل از این که است، باز فومی از این باشه فرق میکنه. فومی از این هم بسیار نازک است، مگم کیفیتش بالاست. خب این فومیش هست؟ این زیر تخته انداخته میشه، با تخته چینده میشه. خب یعنی این فوم باعث میشه که یک اما نه رطوبت بالا نمیزنه. خب دیگه این مفیدیت های رطوبت و چیزا رو کسی مثلا پای درد و ریوماتیسم که استفاده میکنه یه از این استفاده میکنه. بله از این بسیار با اندازه خود شخ و دبل هم هست. بله شخ و دبل کیفیتش بالاست. نه تو خالیگاه داخلی نداره. نه مثل اسفنج واری نیست. باز اگه متوجه کمی دبل اسفنج واری نیست. بله اونا باز گروه اگه پارتی معلوم میشه. این معلوم نمیشه. خب بسیار عالی، بسیار خوب هم مسیر جان. معلوماتت بسیار دقیق و کامل است. چند سال در این بخش کار کردی؟ هیچ خیر بینه رئیس های ما از وقتی که این دکان تأسیس شده ما میچه هستیم. اسم رئیس شما چی هست اگر میره؟ عبدالرحمن. بسیار عالی. و رئیس شما چقدر سال میشه که در این بخش فعالیت میکنه؟ رئیس ما خودش خیلی وقت میشه که در تاشکند بود. بله همه کارهای امیر میکردن. باز بیا که گفت امیر در افغانستان خوب کنم بهتر بیارم میشه که هموطنان از این موضوع استفاده کنه تا که بهتر عزیزای ما هموطنانمون بتونن یک لذتی از زندگی ببرن. بله بالکل عزیزانو ډېر یو ښکلی ځای ده. نو تاسو غوره معلومات د دې څانګې کې واورېدل. سمې جانه ته به آهسته دغه څانګې ته راسې دغلته ودرېږې چې دلته موږ د خپل لیدونکو ته دغسې ښکلې هغه وښیو دروازې په دې څانګ کې وښیو چې په دې څانګ کې څرنګه دروازې دي او دلته ښکلي چمنونه وښیو. مسیر جان درباره همین اگر برای ما معلومات بدی یکیش اگر بالا بکنیم برای بیننده عزیز ما نشان بدیم. خب بلا میرم یک دو سه روز میشه که آورده رئیسی ما دیگه میتونیم در جا استفاده کنیم. مثلا در آخر اتاق ما استفاده کنیم. این فقط بسیار آسان است. کل میتونه مثلا در خانهش استفاده کنه و مثلا سر دیوال. بله سر دیوال مثلا در فوتسال، در رستوران ها، در عکاسخانه ها دیگه در هتل ها از استفاده میکنه. بسیار خوب. در دکاناشون هم استفاده میکنه. بله بسیار گلای مقبول داره. گلای مقبول جای حقیقی واری معلوم میشه بیخی. والا دیگه چیزی خوبیش و اصلی از حقیقی کمتر هم نیست. بالکل و دو بخشم شما از همین چیزا بسیار زیاد دارید. و درباره همین دروازه مقبول صحبت بکنین. خوب دبلیم داره و زاویه‌اش هم بسیار زیباست. درباره همین اگر صحبت بکنین. این دروازه که هست روسی است. خب بله شما اگر در اون قسمت استاد شوین
این دروازه روسی است، یکی از دو پله رنگ های مختلف داره دیگه. ضد نم است، اینم تاب نمیکنه، چوبش خار است دیگه، قابل شستشو است خب دیگه، تاب هم نمیکنه دیگه. این چوکاتایش هم اینجا هست و این یه فیلم هم کار شده ای؟ بله این شیشه است. شیشه است؟ بله شیشه. سر شیشه فیلم زدین؟ بله. نه خودش اینم شیشه سیاه است. شیشه سیاه؟ بله. خب درست. اینا دو پله‌ایش هست، یک پله‌ایش هم داریم رنگ‌های مختلف های. 1 متر است، 1 متر هم است، 80 سانتیش هم است داریم. قیمتی چند است؟ قیمت از $150. خب $150. رنگش هم بسیار زیباست و همین چوبش هم کار شده بسیار دیزاینی خوب داده شده. این خالص چوب خار است. خب ساخت درست خب ما شما میفهمیم چه قسم از دیگه تا سرکاش حال هم کار میده با ما شما. بالکل اینم در سالنگ. بله بالکل کت برق. بالکل ها. سیلو. بله سیلو اینا چیزای روسی که هست و فکر کنید روس ساخته. روس ساخته. بالکل. و در این بخش هم شما دروازه ها در بیرون هم دارید و در این بخش شما کاتالوگا هم دارید. همین کاتالوگ اجازه شما باشه تاک بکنیم برای بندای عزیز ما نشان بدیم، درباره کاتالوگ صحبت بکنیم. یه همون چیزای پارکت هست که کنج کارو مثلا در بالای سرش کار میشه. خب پارکت ها که نشان دادید بسیار عالی. از آن تاسو چې ګور دا پارکټونه دي چې کنج کار کې کارول کیږي نو څنګه خخ کلی رنگونه لري، هر رنگ چې تاسو خپل غواړئ نو له دې ځای اخیستی سئ. خو میره پاسبان و د همو طرف احمد سیارجان یک تیر شوین سمی جانه زموږ شاټونه ډېر ښکلي ونیسه چې زموږ لیدونکي وویني. خب احمد سیارجان درباره همین صحبت دروازه عمومی خانه می باشه. خب اینم تاشکندی هست، ضد مرمی ضد سرقت است دیگه. دروازه عمومی خانه که شاید از استفاده میکنن، باز ورودی که اتاق بندی میشه از دروازه روسی استفاده میکنن. خب و اطرافی چی کار شده؟ یکی از این است، یکی از همین پوشش است. خب پوشش بله همون قابش است که روی دیوار پود میکنه، فکس مقبول معلوم میشه. ضد سرقت از 14 قلف داره. 14 قلف کلیش نیست که رنگ است که ما شما بسیار گرنگ است. بله بسیار گرنگ است. از آن ډېر دروند هم ده او شایم ډېره ډبله ده. دا نو په بیرون د کور کې کارول کیږي. زیاتر دغه کورونه تاسو په روسیې کې شاید لیدلي چې دغه دیوالو په څنګو کې دیوالونه خو ډېر جګ دیوالونه نه لري نو دا په دې کور لپاره به دا کاروي. خب احمد سیارجان بالای سر قلف میشه. از بالای سر قلف میشه؟ از بالای سر هم قلف میشه، از این بغل هم قلف میشه. یک قلف دیگه هم دارم، بازی دیگه قلف هم دارم. خب زیر هم قلف دارش. یعنی بیخی امنیتی کامل. بیخی بسیار زیر سرقت دیگه. زیر سرقت دیگه بسته کنین احمد سیارجان که خالی در پایان نغلده که اوگار نشیم. گایزانو دا چی ګورئ ډېر ښه ښکلی رنګ یې مر کړی نو دلته لرګی کار کړی دی، تختی کار کړی دی او دا هم آیین ده. په دې حصه کې لږ داسې همغه نور تختونه یې کار کړی، جلادار تختونه او دلته هم آیین لري. قیمت یې چند است؟ قیمت از او 14 ما قیمت همون چیز از دلارکی است. ما به شما پایین‌ترش بگویم دیگه مردم بیای بتانه بگیرن. درست دیگه حداقل شاید یکان $300 باشه. بالاتر است، $350 است. خب تفاوت داره دیگه. جرامت هم داره دیگه. جرامت داره، مشکل نیست. و این درباره سرقت است. اینم در بیرون کار میشه، داخل خانه است. اومیسی. خب اینم اومیست. بله. اینم مکمل آیین است یا تخته است؟ آیین است، آیین. آیین است. خب اینا کارش آیین است که فکر می‌کنید تخته کار شده. مگر می آیین است. شاید در روش تخته کار شده. نه آیین است. آیین است؟ واسش رنگ البته رنگش بسیار خوب شده. رنگ شده که فکر می‌کنید تخته برسه. بسیار خوب، بسیار عالی. و درباره این هم اگه صحبت بکنید، یه دروازه روسی است که زده نم است، قابل شستشو است. اگه خراش چیز شود داغ شود میتونیم بشویی میره. یک چیزی است که ارزان هم است، $150 است. کار تمام با قلفای بسیار، قلفش در اینجا یافت هم نمیشه. قلف بسیار مقبول است، اونجا است میتونیم. بسیار خوب احمد سیارجان، اگه قلف بریم ما بریم. بسیار قلف مقبول. از آن دیدیم قلف من راوړي. خب طلایی و سیاه و نقره‌ای داره. یکی است. ایزانو دغه دستگیر ده چې لاس ورکتاوه نو ډېر ښکلی شکل و رنگ هم لري. اینا هم مردم تاشکند هم به نظر من شکلای کشور ترکیه را برای خود گرفتن، چون من در فیلم های ترکی دیدیم همین رقم قلف‌ها داره مال ترک. خو این چیز اصلی است، هم رئیس محکمه کل چیزای اصلی میاره. خب
میتونه تجارت ها داشته باشه، تاشکند با ترکیه تجارت داشته باشه، مال وارد کنه. بالکل، چون کشورهای تولیدی است. ارتباط دارن، کشورهای تولیدی است. بله. و دازم تاسو ګوري عزیزانو دا بل قلف ده نو قیمت قلفش با چند دستگیر قلف؟ کلمه کلش هم تو کار تمام 150 دلار میره، نجار است، میره میشونه فکس، 5 سالم گارانتی است. بسیار خوب، بسیار عالی. قدرمنو لیدونکو، هیله ده لدی غوره معلومات نه خوند اخیستی وي. عزیزانو دا و زموږ نننۍ برنامه چې له احمد سیار جان سره موږ دا برنامه ډکه کړه چې د دې شرکت یو کارکوونکی ده او له رئیس صاحب عبدالرحمن سلیمي څخه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته یې د دې اجازه راکړه تر څو تاسو عزیزانو ته د ډیکوریشن په هکله غوره معلومات له دې دوکان څخه وړاندې کړو. نو هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زنګ یې هم وټکوئ، شیر یې کوئ او لایک هم له یاده مه باسئ. ښایسته ښایسته کومنټونه خپل ولیکئ او زموږ سوالونو ته ځواب هم ورکئ او خپل غوره نظریات هم ولیکئ. لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه.